الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. برادران و خواهران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توبه کردن به سوی پروردگار نیز یک عبادت است. توبه کردن از گناهان سری هر یک بنده مسلمان واجب است، چون الله تعالی بندگانش را در این دنیا برای عبادت یکتا و یگانه خودش آفریده است. سرزدن خطا و گناه نیز از طرف انسان همیشه به پیش می آید، اما کسانی که از خطایش دست نکشد و از گناهش به سوی پروردگار توبه نکند، در آن حالت دنیا و آخرت را به سر خود آورده است. برادران و خواهران، الله بسیار حدیث ها آمده است در حق توبه کردن که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند: یا ایها الناس توبوا الی الله واستغفروا فانی اتوب فی اليوم 100 مره. با روایت مسلم: ای مردم، از الله تعالی طلب آمرزش کنید، به درگاه او توبه کنید. من هر روز 100 بار توبه میکنم. این چنین در دیگر حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند: عن عبد الله بن قيس العشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. عبدالله بن قیس روایت کرده، میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: خداوند دست خیش را در شب میکشاید، یعنی باز میکند، تا توبه کسی را که در روز گناه کرده است قبول نماید، و دست خیش را در روز میگسترد، یعنی میکشاید تا توبه گناهکاری شب را بپذیرد، تا وقتی که آفتاب از طرف غرب برآید. این حدیث دلالت به آن میکند که الله سبحانه و تعالی مهربان است به بندگانش. گناهی بنده هر قدر زیاد هم باشد، الله تعالی خرسند می شود که بنده به سویش توبه کند تا توبهش را قبول کند. این چنین دیگر حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند: ان الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الله سبحانه و تعالی توبه هر یک بنده را میپذیرد تا لحظه که روح به حلقمش نرسد، یعنی وقتی که تا جان برآمدن خداوند توبه بندگان را میبخشد، قبول میکند. برادران و خواهران، ما بسیار توبه کنیم، ما بسیار امید آرزو کنیم به الله. این توبه کردن و از الله امید کردن که گناه مرا ببخش، این هم یک عبادت است. باید ما خالصانه از الله سبحانه و تعالی توبه کنیم. هر یکی ما گناه داریم، باید به گناه خود توبه کنیم. علمای اهل اسلام برای قبول شدن توبه چند شرط ها گذاشتند که یکمش اینکه از گناه دست کشیدن، یعنی توبه میکنید شما با این سه تا شرط. یکمش این از گناه دست کشیدن، دویمش پشیمان گشتن از گناه، سومش بعد از توبهش باید نیت کند که دیگر به آن گناه دست نمیزند. این است سه شرط اساسی که توبه بدون آنها قبول نخواهد شد. من هم تو توبه کردم، من هم تو استغفر الله میگویم، این قبول نیست. باید این شرط ها را هر یک توبه کننده باید اجرا کند. از الله سبحانه و تعالی میپرسیم که هر یک ما را گناهانمان را مغفرت کند و هر یک ما را برای توبه کردن نصیب روزی گرداند. دائما امید کنید که الله توبه شما را قبول میکند و گناهان شما را میبخشد، چخیلی که در حدیث ها ذکر کردیم. تا اون وقتی که جان ما در بدن ما است،
اگر توبه کنیم الله میبخشد. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.